در مناطق کشور آمادند با حضور در پای صندوق‌های رای بار دیگر شکوه همدلی و وحدت رو به نمایش بگذارند. چرا؟ چه چیز باعث میشه شما برای یه تکلیف شرعی با انجام امسال اولین باری که رای میدم، خوشحالم که دارم رای میدم و سرنوشت مملکتمو میسازم. کوتاه کردن دست اجنبیان و مستکبرین به خاطر اینکه میخوایم رو پای خودمون وایسیم. و مثل همیشه مشارکت فوق‌العاده‌شون، صف‌های طولانی و صبوریشون توی صف‌های طولانی و حضورشون در این انتخابات منجر به پیروزی سرزمینمون شده.